این داستان مکرم ابن احمد در کتاب خودش جمع‌آوری کرده به اسم مناقب ابو حنیفه، یعنی در مورد فضائل امام ابو حنیفه صحبت می کند. در این کتاب این داستان را آورده. این داستان یک داستان جعلی است که خود امام خطیب بغدادی می فرماید مکرم بن احمد داستانهای جعلی و دروغی را جمع‌آوری کرده از کذاب، یعنی از بعضی از راویان کذاب و دروغگو. و همین خاطر امام دارقطنی هم میگوید این چیزی که مکرم جمع‌آوری کرده در مورد فضائل امام ابو حنیفه موضوع كله کذب، میگه همش جعلی است، موضوع است، دروغ همش دروغ است. احمد بن مغلس میگه جمع‌آوری کرده که اون هم یک دروغگویی است. و در مذهب امام شافعی و تمام امامان این است که انسان نباید در تعظیم قبور زیاده روی کند و مبالغه کند و غلو در آن انجام بدهد. این داستان بی اساسی است، یعنی هیچ اصل و اساس ندارد، اصلا صحیح نیست. از طریق راویان جعلی و مجهول و دروغگو روایت شده، یعنی این رجال این خبر و این داستان و حکایت رجالش یا مجهول هستند یا دروغگو کذاب هستند یا منقطع هست، یعنی اون شخصی که از امام شافعی روایت می کند خودش هرگز امام شافعی را ندیده. این گونه برخورد کردن با قبر و این چیزا در عصر امام شافعی وجود نداشته اصلا. اینکه در اینجا میگوید عمر بن اسحاق بن ابراهیم، این یک شخص مجهول است. علی بن میمون اصلا امام شافعی را ندیده. در نتیجه یعنی کل داستان دروغ است. میگه من از شافعی شنیدم، تو شافعی را ندیدی، چجوری ازش چیزی شنیده اید؟ و این که مثلا میگوید اجیء الى قبره فی کل یوم، هر روز